اول از همه این که مرسی که این ویدیو رو دارین نگاه میکنین و به چنل من خوش اومدین. ایده اسم چنل رو از این ویدیو گرفتم. خیلی ممنون آقای دکتر. تمنا میکنم کاری نکردم. کتابه شما کجا میدونید من به مطالعه علاقه دارم؟ اسمش چیه زنده؟ یادداشت‌های یک دیوانه. اتفاقا نازنین خانم من وقتی وارد کتاب فروشی شدم اسم کتاب دیدم برازنده شما. اجازه بدید نازنین خانم منم براتون یه هدیه تدارک دیدم خدمت شما تولدتون مبارک. دستتون در شما هم که میدونستید من به مطالعه علاقه دارم. آره این کتاب فروشی سر کوچه‌تون گرفتم. وقتی گفتم برای خانم دکتر افشار میخوام خودشون این کتابو پیشنهاد کردن. اسمش چیه زنده؟ اینم یادداشت‌های یک دیوانه. من خب سریال ساختمان پزشکان رو خیلی دوست دارم. همیشه توی برهه‌های بد زندگیم از نظر شرایط روحی همیشه منو نجات داده از اون فشار و بالغ بر فکر کنم من 100 بار این سریال رو دیدم و خصوصا توی این روزای سخت که تنهام دارم، بار دلتنگی، تنهایی، دوری دارم میکشم به خاطر اینکه حسین رفته سربازی، بهش دسترسی ندارم. روزی 1-2 بار زنگ میزنه، در حد 1 دقیقه فقط میتونم حرف بزنم و برای منی که 10 ساله تو رابطه ایم و هر روز با هم حرف زدیم و خیلی دوری گذروندیم، خب ولی خب اینجوری هم نبوده که نتونیم دسترسی نداشته باشیم به هم دیگه، حداقل یه چتی، یه زنگی و اینا. و الان به طور کامل اون ارتباط قطع شده. من روزای خیلی سختی رو گذروندم توی هفته گذشته و دارم میگذرونم. اما توی هفته‌ای که گذشت اتفاقی که راجع به پرونده پژمان جمشیدی افتاد باعث شد که اون فشاری که من دارم میکشم دردش چند برابر بیشتر بشه، به خاطر اینکه دیگه من توقع نداشتم توی سال 404 سال 2025 با آدمایی که ادعای دفاع از آزادی زنان دارن حرفایی رو بشنوم که حرفای حداقل 30-40 سال پیشه و این اتفاق به هم ثابت کرد که ما اساساً جامعه‌ای مرد سالار داریم و زن ستیزی در ابعاد گسترده هنوز توی جامعه برقراره. درسته که از خیلی جهات عوض شده و یکم گاردها کشیده شده عقب، اونم نه در همه جای ایران، فقط در کلان شهرها و شهرهای بزرگ، ولی دیگه من این حجم از قربانی نکوهی و زن ستیزی رو انتظارش رو نداشتم و واقعا اینجور اتفاقات اجتماعی همیشه برای من یه متر و معیاری بوده برای سنجش فرهنگ و انسانیت، از همه مهمتر انسانیت و شرافت آدما. و معمولا از اونجایی که بحث کردن همیشه برای من یه روند فرسایشیه و همیشه توی بحث کردن یک نقطه مشترکی باید وجود داشته باشه که من بتونم بحث کنم و چون نمیتونم با اون آدما بشینم بحث کنم و وقتی هم که بحث میکنم به این متهم میشم که نه تو داری اشتباه میکنی، فشار زیادی رو کشیدم و داشتم راجع به اسم این چنل میگفتم. من هفته گذشته تنها چیزی که دیدنش و برای لحظاتی اون دلتنگی رو از قلبم یک کم آرومش میکرد و جلوی گریه هامو میگرفت فقط دیدن دوباره ساختمان پزشکان بود و همین جوری داشتم که مثلا این چنل رو خیلی وقته که دوست داشتم بزنم، چون من اصلا آدم ولاگ گرفتن و اینا نیستم، بیشتر دوست دارم حرف بزنم. بعد توی ببخشین سرما خوردم، توی اینستا همین جوری هم یه پستی دیدم که عکس نازنین و کنار مادر شوهرش و ناصر برادر شوهرش رو عکسش رو گذاشته بودن و نوشته بودن که آدمی که توی این سریال همه به اسم دیوونه میشناسنش و مدام تحقیرش میکنن، مدام بهش توهین میکنن، کوچیکش میکنن، در واقع نرمال ترین آدم توی این سریال بود. و چون برای جشن تولدش هم کتاب یادداشت‌های یک دیوانه می آوردم براش و میخندیدن، منم تصمیم گرفتم که اسم این چنل رو بذارم یادداشت‌های یک دیوانه. بعد برگردیم سر موضوع پژمان جمشیدی. توی جامعه‌ای که خیلی حرف برای
گفتن دارم. خب و چون نمیتونستم این حرفا رو رک به اون آدما بزنم و مدام توی استوری پیج شخصی میذاشتم و میدونستم که این آدما هیچ وقت با دیدن همین استوری به خودشون نمیگیرن و از شدت فشار داشتم میترکیدم و متاسفانه حافظه گوشیم هم کم بود و نمیتونستم دوباره ویدیو بگیرم، حدوداً 2 روزی طول کشید که من بیام بشینم اینجا حرف بزنم و شدت فشاری که من دارم میخورم و بگم. اولا اینکه توی جامعه‌ای که توی کشوری که یک زن به خودش جسارت داده بیاد از آدمی شکایت کنه به جرم که یک آدم معروف، محبوب و سلبریتی مهمیه توی صنعت سینمای ایران و کمتر آدمی رو توی ایران میتونی پیدا کنی که این فرد رو نشناسه، اومده تمام زیر نگاه‌های توهین‌آمیز و تحقیرآمیز تمام روند پرونده رو طی کرده، یک تنه وایساده جلوی یک سیستم تا بتونه اثبات کنه که این ظلم، این جنایت در حقش انجام شده و انقدر مدارک کافی و کامل بوده که قاضی حکم جلب این آدم رو داده، آدمی که وابسته به قدرت و تونست آزادی مشروط بگیره و تونست از ایران خارج بشه و به قول خودش فقط برای اینکه بره دست باباشو دست پدرشو ببوسه تا بهش بگه که پدر جان من خودت میدونی من این کار رو نکردم، فقط به خاطر همین وثیقه 500 میلیاردی گذاشته و ببخشید من هی دارم ذهنم پرش پیدا میکنه. خلاصه این که یک زن تمام این مراحل رو تونسته طی کنه و یک تنه جلوی همچین آدم قدرتمندی وایستاده و فقط به خاطر اینکه برای اون آدم پاپوش بدوزه و باعث بشه که ما یه سری چیزا رو یادمون بره. اولا اینکه من که یادم نمیره، خب من حتی من از خبر دلار 20 تومانی من همه اخبار یادمه. حالا نمیدونم شاید که شما یادتون میره که مثلا چه اتفاقاتی افتاده، دلار چند تومنه و اینا، ولی من که یادم نمیره. به فرض هم این مسئله رو علم کردن که ما یادمون بره. خب یادت نمیرفت، چی کار میخواستی بکنی؟ الان من بهت میگم آقا جان یادت نره، خب الان میخوای چی کار کنی؟ اونو به من بگو که بعد من قبول کنم که آره این مسئله به خاطر این بود که حواس مردم از فلان چیز پرت بشه. اوکی، این قضیه اول. قضیه دوم، چرا همیشه این زنه که مقصره؟ چرا پیش فرض اینه که زن مقصره؟ جدای از این که اصلا من نمیگم اون طرف قضیه چیه، خب حتی بگو مثلا از یک بقال، از یک پزشک، از یک معلم شکایت شده به جرم انجام این عمل، خب خشونت جنسی، چرا همه از اون مرد انتظار انجام این کار رو ندارن؟ چرا فکر میکنن که کسی شاخ و دم داره و در ملأ عام در خانواده داد میزنه که من امیال چیزوفیلی دارم، من دوست دارم که این کار رو انجام بدم؟ چرا فکر نمی کنیم همون آدم هایی که این کار رو انجام میدن میتونن بازیگر باشن، میتونن سیاستمدار باشن، میتونه معلم باشه، دکتر باشه، قاضی باشه، وکیل باشه، عنوان شغلی یک انسان نمیتونه نشون دهنده خصوصیات اخلاقی اون آدم باشه. یک پروفسور، یک پزشک فوق تخصصی رو میتونی بیاری ببینی که ذره‌ای به درسی که خونده باور نداره و میاد طب علفی رو ترویج میکنه، میگه که نه این داروها مثلا نمیدونم، نه بابا ولش کن، مثلا میخوای چیکار؟ مثلا الان که افسردگی شدید گرفتی، اختلال شخصیت داری، نیاز به دارو درمانی داری، نه بابا ولش کن، این مثلا این قرص ها خودش اعتیاد میاره. خب وقتی که یک پزشک که خودش این درسش رو خونده ولی میتونه بیاد این حرف رو بزنه چون عقاید متفاوته، چرا فکر میکنیم که هر عنوان شغلی باعث میشه که ما فلان کار رو نتونیم انجام بدیم؟ و اینکه چرا یک زن همیشه محکوم میشه؟ الان پرونده مثلا میگم پرونده حدوداً 2 هفته قبل این جریانات مجتبی شکوری که من خیلی دوستش دارم اومد گفت که در 7 سالگی و تمام زنها
پشت این آدم رو گرفتن، همه ازش حمایت کردن، حتی مردها هم ازش حمایت کردن، بماند که 90% حمایت کننده ها زن بودن. ولی چرا وقتی که یک زن میاد این رو بیان میکنه انقدر مورد توهین، تحقیر، سرزنش، به این میگم فرهنگ قربانی نکوهی. یه لحظه پام خوابش برد پام خوابید. خب حالا برگردیم سرخط حرفم. کلا اینو داشتم میگفتم که آره اون دختره خودشو در این مسیر که اگر که برین تجربه آدمایی که این مسیر رو گذروندن توی رادیو مثلث گوش بدین، میبینین که چقدر همون پروسه پزشکی قانونی، تحقیرآمیز رفتارهایی که باهات میکنن چقدر نامحترمانه است. خب تمام اینا رو گذرونده و چقدر فشار زیادی رو تحمل کرده که بیاد یکی این که فلان قضیه فراموش بشه، دو این که برای فلانی پاپوش بدوزه، چون که بالاخره پژمان جمشیدی که چرا؟ چون بازیگر خوبیه. و البته میگم اینا ریشه ریشه روانی داره. اونم اینه که هر سلبریتی، هر آدم معروفی در طی عمر هنریش میاد یه بانک اعتماد برای خودش ذخیره میکنه، از واکنش هایی که نسبت به اتفاقات اجتماعی میده، از کارهای خیری که انجام میده، از طرفداری مردم، از دفاع از مردم، میاد مثل یک صندوقچه اعتماد سازی میکنه و دونه دونه اعتمادها رو توش جذب میکنه. و وقتی که این آدم یک عملی رو انجام میده که مغایرت داره با تمام اون چیزایی که اون بوتی که مردم ازش ساختن، مردم نمیتونن باور کنن که کسی که مهربونه، کسی که بازیگر خوبیه، کسی که ما رو میخندونه، کسی که ما دوستش داریم میتونه اما چیزی که برای من خیلی دردناکه اینه که برای اینکه این رو قبول نکنن حداقل 50-50 هم نمیان که مثلا وایسن بگن که اوکی 50% ممکنه این اتفاق بیفته، 50% ممکنه که نیفته. خود من اینجوریه که اصول شرافت و انسانیت من میگه که بهتر من طرف قربانی احتمالی وایسم تا مجرم احتمالی. ولی اوکی اصلا این به کنار، 50-50 هم مثلا فکر نمی کنی به کنار، حداقل بی‌طرف باش، حداقل نیا سناریو سازی کن، حداقل نگو که نه این دختره براش پاپوش دوخته، نمیدونم. اصلا ببین هفته قبل رفته بودیم مثلا یه دوره همی زنانه‌ای بود که مثلا حلقه آدمای اطراف که آدمای خیلی مؤمن و با خدایی هم توش بودن و اینا انقدر با اطمینان کم مونده بود قسم بخورن که نه همش دروغه. میگفتم آقا دختر خودش اومده حرف زده، خودش اومده مصاحبه کرده، از جزئیات پرونده گفته. میگفتن نه اینا رو باور نکن. ما خودمون شنیدیم که این دختره جوابی هم که در مقابل این که دی ان ای پژمان جمشیدی توی واژن اون دختر پیدا شده، جوابشون هم اینه که نه این قبلا با پژمان رابطه داشته. اوکی بماند که رابطه داشتن خیلی فرق میکنه. توی قوانین، توی چهارچوب ازدواج هم ما دلیل بر این نیست که چون این با اون رابطه داشته اوکی پس حقش بوده بکنه. دلش میخواست نره خونه اون آدم، دلش میخواست باش رابطه نداشت، اون حتما دختر خرابی بوده که رفته خونه پسره. و دقیقاً این جمله رو گفتن که این دخترها خودشون پا میشن میرن خونه پسرها، بعد که مثلا فلان اتفاق براشون افتاد میان میگن که آره نمیدونم فلان پسره به خودتون میخوایم برین. بابا مگه عصر قجره که ملت مثلا چی بگم مثلا تلفنی با هم آشنا بشن؟ خب الان سال 2025. حالا بیخیال دارم فشار میخورم. آره میگفتن که چی میان انگار که با این دوتا چشماشون دیدن. آره دختره باهاش تو رابطه بوده، از رابطهشون فیلم گرفته، بعد برای اینکه تهدیدم میکرده پژمان رو که اگر که به من پول ندی این فیلم رو پخش میکنم. و خود پژمان جمشیدی خودش رفته پیش پلیس و گفته که این دختره داره منو تهدید میکنه و اصلا دختره ازش شکایت نکرده. و
و من اینجوری بودم که چجوری روزی 5 بار وای میسین جلوی خدا و نماز میخونین، روزه میگیرین و انقدر با اطمینان تهمت میزنین و قضاوت میکنین. خیلی چیزا هست که میخواستم راجبش حرف بزنم که کلا این چنل رو زدم به خاطر اینکه حرفایی که نمیتونم جای دیگه بزنم و اینجا بزنم. میرفتم اینستا رو باز میکردم، میدیدم که یه ویدیویی گذاشتن به حالت میم که یه سکانس از فیلمای پژمان جمشیدیه که اینجوری لبخند میزنه و زیرش نوشتن که وقتی اینقدر مردی که حتی خبر هیچکی باور نمیکنه، یا کامنت ها رو میخوندم میدیدم که حتی اگه این کارم کرده باشه دمش گرم، ما هنوزم دوستش داریم. یا کامنت ها رو باز میکردم توی این پیج حواشی، یک دونه کامنت منفی نمیدیدم و همه میگفتن آقا پژمان دمت گرم، ما پشتتیم. و فقط داشتم اون دختر رو تصور میکردم که با چه زجری داره این واکنش ها رو میبینه و هیچ وقت جرأت نداره که با صدای بلند بگه که من یک قربانیم. و منی که از خوندن اینا، از دیدن تمام این قربانی نکوهی ها، از تمام تهمت هایی که به اون دختر زدن به خاطر اینکه قربانیه، به خاطر اینکه زنه، من دارم اینقدر فشار میخورم و میگم فقط دارم حال اون دختر رو تصور میکنم که اون چه حالیه. چند بار پشیمون شده از کاری که انجام داده ولی چند بار جلوی خودش رو گرفته که نره شکایتش رو پس بگیره. توی برنامه زن روز توی فصل اول، حالا نمیدونم دیدین یا نه، یه دختری بود به اسم هدیه که به اصطلاح پلاس سایز بود و داورا خیلی اینو همیشه به خاطر اندامش، خصوصا شیرین مقدمه که ازش متنفرم، همش ازش ایراد میگرفت و میگفت که دارم با خودم فکر میکنم که آیا این دختر چقدر اعتماد به نفس داره که وقتی که میدونه بدنش این چربیا رو داره ولی این چربیا رو انداخته بیرون، یعنی فکر نمیکنه که لباس چقدر تو تنش بد وایساده و اینا. پدرام اون یکی داور یه حرفی زد، گفت که و هدیه از شدت فشار روانی که داشت تحمل میکرد کم آورده بود و میخواست از برنامه بره و کاملا من بهش حق میدم و اینکه همه ما قرار نیست که جنگجو باشیم، همه ما قرار نیست که محکم وایسیم و بجنگیم. سلامت روان ما خیلی خیلی ارزشش بیشتره تا اینکه توی میدونی بجنگیم که جز فرسودگی روحی برای ما هیچی قرار نیست داشته باشه. من کاملا تمام قد طرف هدیه‌ام. اما پدرام یه حرفی زد که مرتبط به همین موضوع، اونم این که گفت که تو فکر نمی کنی که اگه از این برنامه بری برای فصلهای بعدی دخترهایی که همسایز تو هستن دیگه تصمیم میگیرن که به این برنامه نیان تا مورد قضاوت قرار نگیرن. و الانم قضیه همینه. این پرونده، باز شدن این پرونده، نتیجهش هر چی که باشه، که البته با این حجم از قربانی نکوهی که اتفاق افتاد مطمئنم که تا حد زیادی نتیجه منفی میذاره روی این که هر قربانی بیاد و با صدای بلند حرفشو بزنه و قربانی نباشه که تمام عمرشو توی جهنم میگذرونه. اون ظالمه که باید توی شرم زندگی کنه، نه قربانی. و دارم به این فکر میکنم که بعد این یا قبل از این دخترهایی که همین جوری از طریق آدمای معروف با نفوذ و پرقدرت و همین سلبریتی ها بهشون مورد خشونت جنسی قرار گرفتن، آیا به خودشون بعد این جرأت میدن که بیان و ادامه دهنده راه باشن؟ و واقعا دید مثبتی ندارم ولی خیلی ناراحتم، خیلی ناراحتم و جامعه ما خیلی راه هنوز برای رفتن داره و واقعا نمیدونم چی بگم. فقط یه موضوعی هم که یادم افتاد اینم بگم، این که خیلی از مردم اینو علم یزید کردن که آره دختره حرفاش با هم نمیخونه، مثلا میگه که دست و پای منو بست بعد اینکه کارشو انجام داد و کلا از حالت هوشیاری خارج شد، از شدت مواد
من به زور دستامو باز کردم، دویدم و فرار کردم. مگه تو دستات بسته نبود؟ تو چجوری تونستی دستاتو باز کنی؟ یا اصلا چجوری تونستی فرار کنی و اینا. یک اتفاق مهمی که میفته در مورد همچین تجربه هایی اونم اینه که ذهن برای تحمل فشاری که و موقعیت وحشتناکی که توش قرار گرفته شروع میکنه به این که تو رو از اون لوکیشن، از اون موقعیت بکشه بیرون. یعنی قربانی همیشه این تجربه، همیشه که نه، معمولا این اتفاق براش میفته که حس میکنه که روحش از بدنش خارج شده و داره به بدنش از بیرون نگاه میکنه و اینجوری ذهن داره تلاش میکنه که خودش رو آروم کنه که نه، این بدن من نیست که داره من اینجا نیستم. خب و یکی از نورمال ترین چیزایی هم که توی این اتفاق، توی حالا هر مثلا فقط اینون مثال نمیزنم، توی کلا موقعیت هایی که فشار شدید روانی به مغز وارد میکنن، فراموش کردن جزئیاته و این خیلی طبیعیه. من خودم مثلا خیلی موقع ها توی یک موقعیت خیلی ناراحت کننده، توی یک موقعیت استرسای شدیدی که قرار میگیرم، یه نشانش برای اینکه بگم که چقدر حجم این دردی که کشیدم برام زیاد بوده اینه که جزئیات یادم رفته، با وجود اینکه من حافظه خیلی قویی دارم، اتفاقات اصلا از یادم نمیرن و دهنم سرویس شد از دست گوشیم، حافظم وسط حرفام تموم شد. هیچی دیگه، همینا فعلا، همینا به ذهنم میرسه. ویدیوی دیگه میبینمتون. فعلا بای.